هموطنان عزیز، مردم مبارز ایران، با سپاس از تمامی حرکت‌های فرهیخته شما، از مبارزات و اعتراضات مسالمت‌آمیز شما، ما مسیحیان خارج از ایران بدین وسیله همبستگی خود را با شما و در حمایت از رهبری شاهزاده رضا پهلوی اعلام می‌کنیم. ما بر این باوریم زمان آزادی است، زمانی است که مردم بار دیگه بتونن در اتحاد و کرامت انسانی در کنار هم بایستند و برای این آبادی این سرزمین کوشا باشند. پیام ما با تمامی سربازان غیور وطن، ارتشیان غیور وطنه، ارتشی که همواره خوانده شد تا حافظ منافع جسم، جان و ناموس هموطنانش باشه. امروز از شما دعوت میکنیم تا در کنار همرزمان خود، هموطنان خود که صدایی به جز ندای آزادی ندارند بایستید و یاری دهید که هرچه زودتر این سرزمین بار دیگه طعم آزادی رو به خودش بچشه. نور بر تاریکی پیروز است. زنده باد ایران، زنده باد ملت غیور ایران.